خب اومدیم معرفی چند تا واحد نقل و نبات، آگهیایی که پایه خنده است. با هم دیگه بریم ببینیم یه آگهی ببینیم چی داریم براتون. خب اصلا عکس اول که باز می‌کنی اصلا معلومه چیه این سالن، از کدوم زاویه‌شه، این داره اینجا تختیر میکنه، چیکار داره اینجا میکنه، این عکس از کجا گرفته. حالا میریم عکس بعدیش هم ببینیم. خب یه سالونی هم داره که اصلا هیچی نذاشته، دو تا گیاهی که در حال مرگ و خوش شدن گذاشته اونجا. هیچ مبل، هیچ صندلی، اصلا مهمان، اصلا یعنی چی اصلا مهمان؟ نه منم مهمان. اومده اینجا یه طرف سالونا هم از این مبلای راحتی گذاشته، هم از این مبلای اداری، یعنی یهو از حالت راحتی شما تبدیل میشه به حالت اداری. یا یه طرف دیگه سالونش میبینی از این متکا قدیمی ها هست، خونه ننه بزرگت بودا، از اونها گذاشته. یه دونه از این پتو گل باف چیزا هم گذاشتهش، پلنگیا بودا، از اونها هم گذاشته زیرش. اومده اینجا رو داره اجاره میده. عکس بعدی دیگه میریم سراغ یخچالش. واه یخچال ببین، اوج تکنولوژیا. برای اینکه یه برنامه دیگه هم ببینیم همراه من باشین، منو فالو کنین، لایک هم کنین. توی یوتیوب اگه دارین فیلمو میبینین سابسکرایب یادتون نره، کامنت حتما از نظرهای خوشگلتون برام بذارین تا بازم براتون از این سری برنامه‌های خوشگل مشکل درست کنم. همراه هم باش.